اطلاعات زکریای رازی چیه؟ الکل. باریکلا، معلومه قشنگ درساتو نخواندین. زیادم نه، ولی خب در مورد این بزرگوار اطلاعات کافی داریم. واقعا؟ یعنی شما میدونی چجوری از این اختراع استفاده میشه؟ بله آقا، الکل رو میزنیم به دستمون، روش چیپس و ماست میخوریم که ضعف نکنیم. واقعا؟ البته اینم میشه، ولی حس میکنم اینجوری داشتمید زکریای راضی از دستمون راضی نیست. رازش میکنیم. به اونم نمیرسه داداش. داداش البته داشت امید با آبال بالو هم میچسبه، ولی اگه دست و بالت باز باشه هایپ یه چیز دیگه است. آره داداش. یعنی چی اون وقت؟ هیچی آقا، اونا که باید بفهمن فهمیدن. اصلا این تایید حرف شماست. خب بچه‌ها شما آزمایش رو دارن انجام بدید تا ما برم بیرون الان میام. خب داداش، تو مزه میاری؟ تو ماشین میاری؟ تو هم تگری نزن. ببین من نمیام، با آقا معلمم میگم. بشین دیگه. زرت و پرت میکنه. آقا ما تلاشی واسه لاکچری شدن نمی کنیم. 50 سال دیگه هم بیای در خونه ما، زنگ خونه ما بلبلیه. این کیه داره درو میزنه؟ منم بابا داداش. ساکن آقا. من نمیدونم نخورده چطوری çap kərəm. Daşam quş bede. Mige duvar olub aşmayaq, ilan olub saçmayaq, təh gündə bibimiz qoyub qaşmayaq. Daş bizə yetişər ba. Vəssalam. به تو میرسه. özümüz. داداشا سلامتی کرم خاکی، نه به خاطر کرم بودنش، به خاطر خاکی بودنش. Xodamın dadaş. به همتون میرسه. داش محمد برای من هایپ نگرفتی؟ داداش هایپ گرم بود، به مولا عینه برات گرفتم داداش. دست به دست کن بیاد. چه غلطی دارید میکنید شما؟ آقا اجازه میخواست ببینیم تاثیر الکل روی بدن ما چی میشه. آزمایش کردیم چی نمیشه. چیزی نشد داداش. نگرفت. ببینید هم آقای من، الکل رو ریختم روی کرما، در عرض 1 ثانیه همه‌شان بین بود. حالا فکرش کوی الکل رو بدن شما چه تاثیر بدی داره؟ خب آقا با این تفاصیل کرمای بدنمون مرده دیگه الان درسته؟ تست کردیم دیگه. من کرما مردم. بابا حلالت باشه. کرم که بودی. ای بابا شما هم خیلی گاف تشریف دارین. جمع کنین آقا، جمع کنین. آقا اجازه بدیم تشوری. اقوامی اینم با خودت ببر پر کن ببینیم مشکل از کجاته. بفرما آقا، بفرما بیا برو دستشویی. این چه کلیهاش زده بیرون. داداش جیگر تحال همه چی سیرابی. داداش من صبر کنید، هیچ عجله‌ای نکنید. بیا امیرعلی عبدلی، این لیزر رو بگیر بده آقای امینی. هر سوالی داری به خدا حتی حال به همزن‌تر تا حالا آدم ندیدم. هر سوالی داشتید از این بپرسید. کجا؟ آها قلب. بچه ها کار قلب پلم بزدنه. خفه شد و بی تربیت دراز. پمپاژ و خونرسانی به تمام نقاط بدنه. نقطه بعدی لطفاً. کبد یا جیگر کی میدونه کارش چیزه؟ من میگم با جاش مهم نیست بالا پایین باشه، مهم کاراییشه که بعضی بلد نیستن استفاده کنن. بیشتر توضیح بده. آقا کسی که جرأت دست دادن به خارو نداره نباید آرزوی گل سرخو داشته باشه. بعضیا میگن رفاقت مثل لیمو شیرینه، بعد مدت‌ها تلخ میشه. ولی کسی نیست به این بعضیا بفهمونه لیمو شیرین همیشه شیرینه. تا وقتی که کسی چاقو تو جیگرشون نکنه تلخ نمیشه. بابا حلاله. آقا خودکشی خاص شده. جیگر داری زندگی کن مثل ما. بعضی هم باید گفت شما سیرابی گاوم نیستی، چه برسه به جیگر ما. بابا حلالت باشه. سلام جیگرم. سلام عزیزکم. نه آقا با شما نیست، من عادت دارم با اعضای بدنم صحبت میکنم. سلام میگم سلام بابا وایستا. سلام کبدم، زانوم، آرنجم، قلوه، اینا سلام میکنم بهش.
معلم اتفاقا اون روز من رفته بودم قصابی. قصاب خیلی آدم بیشور بیادبی بود. برمیجاش میگم مثلا گوسفند چیه؟ گوساله چیه؟ برجاش به یه آقای گفتش که تو گوسفندی؟ گفت نه به خدا من گاوم. خوشبختانه من جیگر میخواستم. برجاش گفت جیگر چیه؟ گفتم من. دیگر خدا اون جیگر نه اون جیگر من اینجا یه آدم جیگردار مثل آقا معلم فقط یه بار میمیره، ولی یه آدم ترسو روزی 1000 بار میمیره. بس کنید دیگه آقا، مگه کلاس جمله سازیه؟ من گفتم کاراییش چیزه. آقا من خیلی نوکرتم آقا دکتری. آقا فکر نکنیم ما داشتیم خدا سرشاد فضولی میکردیم. حرفت جیگرشو گفتیم شاید دلتون بخواد آبدار بزنم یا جزغاله. آقا معلم بابا تو دیگه چی میگی؟ تو رو خدا تو دیگه ولمان کن. من دلخورم. تو چرا دلخوری عزیزم؟ البته جیگرم میخورم. خوشگوش و شاپسن و دنبلون هم دارین؟ خفشو بشه سر جا. تم برو گم شو تا با تو کپا ننداختمت بیرون. بزنیم خوشگوشت بلالی. آقا هر که هر سوالی داره با اون لیزر از من بپرسه. باش مهدی قربون دستتون لیزر رو دست به دست کن بیاد جلو. دست به دست کن بده بیاد. از ما اولا باید جلو وای میستاد لیزر خوش مفری شد. باش با اجازه. آقا معلم قربون فرمونت یه چرخ میزنیم ما سوالمون رو بپرسیم. چرا؟ آقا سوال ما مربوط به پشت میشه. من خفه شو دهنت ببر. بدش دست نفر مقلسی. یه تو بپرس. داداش نکن آقا. نکن عزیزم. نکن پدر جان نکن. آقا سوالم جلوی چشه دیگه. عیب نداره بپرس عزیزم. اصلا نمیخوام بپرسم. اسخر بازی ها چیه؟ بده من برو بده. آقا معلم اینجا چیکار میکنه؟ کجا؟ این روده است. پس همه گاز و گوزا اینجا میاد. قابل توجه آقا ابوالفضل. آقا تبریزی اینو بده. آقا تبریزی چشار داداش بفرما آقا مهدی. ممنونم. این چیه؟ برید بیرون آقا بچه‌ها زنگ زدن. برید بیرون. زنج نخورده 10 دقیقه داریم. این چیه؟ اگه گفتی؟ نه آقا زنگ زدن. برید بیرون. آقا ما داداشمون مشکل کلیوی داره. گفتم ما هم امروز کلاس آزمایشگاه داریم. یه لطفی بکن اینم یه آزمایش بکن بریم کلیه‌اش چشه. معماریان یعنی خاک توش سرت کنم. حال به هم زن. چرکن. خب دانش آموزای عزیز توجه کنند. مقداری پتاسیم هم میاریم اینجا و مقداری منیزیم بهش اضافه کنیم و مقداری کربن باید. جفتشون رو بکیدن. بابا یه نفر اون. بابا نمو بخواه.